سلام همگی، خیلی خوش اومدید به چنل من. این اولین ویدیوی چنل من هستش و قراره که توضیح بدم که من کیم، هدفم از زدن این چنل چی بوده و چه کارهایی قراره انجام بدم. اگر آماده هستید بریم که شروع کنیم. خب اسم من رایسا هستش و متولد خرداد ماه 1382 هستم. از 15 سالگی کره خوندن رو شروع کردم و علاقه خیلی زیادی به کره و فرهنگش دارم. رشته هتلداری و گردشگری خوندم و به واسطه رشته‌ام خیلی چیزا رو از کوره‌ها یاد گرفتم، حتی اونایی که مستفیدم. اسم افتخاری نداشتم که به عنوان خبرنگار افتخاری کره هم فعالیت داشته باشم و خیلی خوشحالم از این بابت که تونستم قبول بشم. حالا تک تک اینا رو توضیح میدم که سجون کجاست، اصلا گزارشگر افتخاری شدن چه شکلیه، چجوری میشه اقدام کرد. همه اینا ویدیوی جدا داره، اما مسئله مهمتر چرا من این چنل رو زدم. من این چنل رو زدم که در از فرهنگ کره رو معرفی کنم دیگه، اسم چنل هم همین. اما چیزی که داشتم بهش فکر کردم این بود که خیلی جالبه ماهایی که به کره علاقه داریم حتی از ایران هم انگار باهاشون زندگی کردیم، انگار خیلی میشناسیم، اونم به خاطر کیپاپ و کیدراماه. اما فکر میکنم میشه عمیق‌ترم شناختش، یعنی تو میتونی یه جا زندگی نکنی اما عمیق بشناسیش. هدفم از چنلم همین بوده، میخوام فرهنگ کره رو معرفی کنم. خب قراره چیکار کنیم اینجا؟ قراره که مذهب کره، غذاهای کره، آداب و رسومشون و سنت‌هاشون همه رو با هم عمیق‌تر بررسی کنیم. یعنی قراره یه سفر خیلی طولانی داشته باشیم به عمق فرهنگ کره. اینکه چرا کره رو دوست دارم داستانش کاملا متفاوته. به نظر من کره، یعنی بخوام بگم اولین چیزی که از کره دیدم که خیلی دوستش داشتم این بود که فرهنگشون خیلی نزدیک. مثلا سریال میدیدی اون احترامه رو که ما به خانواده میذاریم اونا هم همینطورن، یعنی خیلی روش حساسن. بعد گفتم چقدر نزدیکه، بذار برم ببینم فرهنگشون چجوریه. رفتم نگاه کردم، یه خورده مطالعه کردم، سنی هم نداشتم 15 سالم بود، ولی خب همه رو تو اینترنت درآوردم و شروع کردم به مطالعه کردن. بعد دیدم نه، من عاشق این فرهنگم. این شد که وارد پروسه خوندن زبان کره‌ای شدم. یادمه اولین بار که به پدرم گفتم میخوام کره‌ای بخونم، قشنگ میدونی چه کشوری هستن؟ میدونی کجاست؟ و خیلی دوست داشتم اون موقع رو که رفتم تحقیق کردم، 3 تا سلسله‌شون رو درآوردم، میگه پادشاهاشون کیا بودن، تاریخشون چی بوده، الان رئیس جمهورشون کیه و تا و اینکه من کلا زبان کره‌ای رو به صورت خصوصی خوندم، اما تا یه جایی، یعنی استادام از یه جایی به بعد ایران رو ترک کردن، برای همین مجبور شدم یه راه خیلی سخت‌تری برم، اونم وارد شدن به مؤسسه سجون. یه قرار ویدیوی جدا براش این کل موضوعی بود که من دوست داشتم با شما در میون بذارم به عنوان اولین ویدیوی چنل. خیلی هم عذرخواهی میکنم، هم چون ویدیو اولم استرس دارم، هم هیجان دارم، هم نمیدونم چی کار رو بکنم. من خیلی توی یوتیوب فعالیت نداشتم، بیشتر توی همون اینستاگرام و تیک تاک بوده، برای همین آشنایی خاصی با یوتیوب ندارم. این سوال دوست دارم از شما بپرسم، شما دوست دارید با چی شروع کنید؟ چی رو بررسی کنید؟ غذاهاشون، فرهنگشون، سنتشون، مذهبشون، یا چی؟ حتی میتونیم توی قضیه کیپاپ و کیدراما بریم، چون اونا هم بخشی از فرهنگ کره است. بالاخره تنها چیزیه که الان کره خیلی داره سعی میکنه از طریقش گردشگر جذب کنه. من میخوام بپرسم هدفتون قراره از سابسکرایب کردن چنل من چی باشه؟ بیشتر دوست دارید با فرهنگشون آشنا بشید؟ دوست دارید کیپاپ و کیدراما رو بررسی کنید؟ دوست دارید مهاجرت کنید به کره، یا
فقط برای همکاری در ایونت های فرهنگی میخواید از کره اطلاعات داشته باشید. ممنون میشم اینا رو حتما برام بگید که بدونم روی چه کاری باید بیشتر مانور بدم. البته که همه رو بررسی میکنیم، اما میخوام بدونم اکثریت به چه علتی چنل رو قراره سابسکرایب کنن. پس یادتون نره که منو سابسکرایب کنید، این زنگوله هم بزنید که ویدیوهای خیلی زیادی در راهه. امیدوارم که توی این سفر عمیق و طولانی به فرهنگ کره همراه من باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.